سلام، وقت همه دوستان بخیر. انشالله که صحتمند باشین. دوستان، یک چند تا خبر کوتاه از خبرگزاری صدا و سیما که نشر شده با هم ببینیم. بله، عراقچی هم که گفتن غنیسازی صفر را هرگز نمیپذیریم. برای پاسخگویی قاطعانه به هر گونه شرارت آماده ایم. سرلشکر موسوی گفته ایران برای جنگ بلند مدت آماده هست. خب همینطور. این است از سایت خبری خبرگزاری صدا و سیما.